در شهر غربی احمدآباد ایالت گوجرات هندوستان، زادگاه سروزیر این کشور نریندرا مودی یک مرد مسلمان از حساب خود تعمیر و ترمیم معبد محلی را به عهده گرفته است. همسایه های این عملی موین غلامیدین مهمان را نمونه همزیستی آسایشته و تحمل در کشوری گوناگون مذهب و گوناگون فرهنگی هندوستان می دانند. مهمان که از خردی در این محل به وای رسیده است میگوید حالت ناگوار معبد 500 ساله بهید بهنج هنومن او را ناراحت میکرد و از این رو قرار کرد که معبد را تعمیر کند. با وجود آنکه مسلمانم، من عزم نمودم که معبد را تعمیر کنم. پس انسانیت من هنوز پابرجاست. اهل محله از بازسازی معبد خیلی خوشحالند. وکیل معبد جتین گاور میگوید مهمان از قبول هر گونه کمک مالی در تعمیر عبادتگاه قدیمی دست کشید. در گذشته پدر بزرگ من مسئول تعمیر این معبد بود. حالا برادرمان مهمان این کار را بر عهده گرفته است. او هیچ گونه کمک مالی را قبول ندارد و ما هم در این کار سهمی نگذاشتیم. این خود نمونه عالی است که معبد هنومن را که پیرو الهه هندی رام می باشد برادر مسلمان ما مهمان اجرا می کند. احتمال او پیام الهی گرفته به خلاصه آمده باشد که با پول خود معبد را تعمیر کند. این عمل اعتبار معبد را باز هم بلندتر می برد. در هندوستان پیروان دین و مذهب، قوم، زبان، منطقه و نژادهای گوناگون به سر میبرند. بعضا اختلاف میان جامعه ها باعث برخوردهای خونین می شوند. در گوجرات هم چنین ناآرامی ها جای داشته است. سال 2002 59 فعال هندو مذهب در آتش داخل قطار راه آهن به هلاکت رسیدند. بارها اشاره شده است که حزب‌های سیاسی در تشکیل ناآرامی‌های کشور سهم دارند. ولی در هندوستان افراد به مانند مهمان نیز کم نیستند که احساس تحمل و همزیستی را زنده نگه می‌دارند.